دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت جدید از برنامه فراساختار در خدمتتون هستیم. امروز قسمت نهم از برنامه فراساختار هست و برنامه امروز رو به معنا اختصاص دادیم. انسان ها در زندگی به دنبال معنا هستند و هر انسانی به دنبال یک معنایی برای زندگی خودش هست، معنایی که یک ارزشی به زندگی انسان بده و فلسفه یکی از چیزهایی هست، ابزارهایی هستش که انسان به کمک اون میتونه برای زندگی خودش معنا پیدا کنه و از خلال اون به شادی دست پیدا کنه. امروز ما از آقای احمد افتخاری دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند. آقای احمد افتخاری از مدیران با سابقه صنعت هستند که در خلال زندگی همواره در جستجوی معنا بودند و الان که کارهای گفتمانسازی میکنند مخصوصا در فضای لینکدین، افراد زیادی کارهای ایشون رو دنبال میکنند و جناب افتخاری سعی دارند که دیگران یادآوری کنند در این مسیر که این اهمیت معنا چقدر زیاد هست و امروز در خدمت ایشون هستیم و سوالات خودمون رو در باب معنای زندگی از ایشون خواهیم پرسید. جناب افتخاری، خوشحال میشم جوین بشید ساختار. لطف دارید، زنده باشید. یه فرصت مناسبی شد هوا جان دوباره ببینیمت و یه فرصت دیگه برای اینکه با جوونا بیشتر صحبت کنیم و زمینه رو فراهم بکنیم برای اینکه اون تجاربی که شاید قیمت خیلی گرونی داشته و فرصت‌های زیادی رو از دست افراد گرفته، اینا رو با انتقال تجربه کمک بکنیم که جوان‌ها کمتر هزینه پرداخت بکنن و با سرعت بیشتری رشد بکنن. در خدمتتون هستم. زنده باشین. خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردید و بسیار باعث افتخار هستش که در برنامه فراساختار حضور پیدا کردید. جناب افتخاری، قبل از هر چیزی لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید. بله، عرض به حضور شما که من بهتره بگم که یه مقداری توصیفات ساده‌ای بکنم تا در اثنای بحث کمی بیشتر با آشنا بشیم. من متولد سال 1342 هستم. سال 1361 ازدواج کردم. 3 تا دختر دارم که هر سه ازدواج کردن و زندگی مستقلی دارن. یه دونم نوه دارم. از حضور شما که تقریبا 10 سال پیش بازنشسته شدم، ولی کماکان کارهای متعدد دیگه ای رو الان در حال انجام دارم و تقریبا میشه گفتش که هنوز خونه نشین نشدیم. عرض کردم عمده ترین انگیزه من برای اینکه خدمت شما باشم توی این جلسه این بود که از فرصت استفاده کنیم، بعضی از تجارب رو جوانان منتقل بکنیم تا اینکه اونا با هزینه کمتری بتونن به رشد خودشون دست پیدا کنن. من دانشگاه تهران رشته مدیریت لیسانس گرفتم سال 66 و از حضور شما که تجربه چند صد میلیون دلار صادرات دارم. کارم به شکل حرفه‌ای اداره کردن شرکت‌های گرفتار بوده، یعنی هر جایی دچار معضل و مشکل می‌شده دیگه ادامه کار براشون مشکل می‌شده، معمولاً ما رو صدا می‌کردن و الحمدلله توی مدت باعث نجات شرکت‌های متعددی شدیم. اونایی که فرصتشو دادن و امکانشو فراهم کردن.
من از سال 1377 به بعد دیگه تصمیم گرفتم هیچ کار دولتی یا نیمه دولتی انجام ندم و از سال 77 صرفا در بخش خصوصی، یعنی خصوصی، یعنی حتی یه سهمم هیچ کس غریبه جز مالکش نداشته. کارم این بوده و خیلی هم ازش راضی بودم، خیلی ازش لذت می‌بردم و همین الان ممنونم از تمام کسایی که این فرصت رو ایجاد کردن که بتونیم اون اثرات رو تو ایامی که به اون شکل کار میکردیم تو کشور داشته باشیم. از کودکی من دائما این سوال تو ذهنم بود که به اصطلاح انگار برای انجام هر کاری یه راه حلی وجود داره، یه راه حل ساده‌ای وجود داره و ما به دلیل اینکه اون راه حل رو نمیدونیم امروز بهش میگیم به اصطلاح انگار یه جور دانش نرم. یه مهارت‌هایی هست که اگر آدم اون مهارت‌ها رو کسب بکنه لازم نیست خیلی گرفتار بشه، لازم نیست خیلی سختی بکشه، فقط کافیه که اونا رو سر فرصت به موقع یاد بگیره تا اینکه بتونه ازشون استفاده بکنه. میتونم به جرئت بگم که ما 30-40 سال اول عمرمون همش دنبال این بودیم که این نرم افزاری که قرار من به کمک اون بتونم یه زندگی خوبی طراحی بکنم و اجرا بکنم اون چی هست. تو این رو هم شما میدونید مدعیان زیادی وجود دارن. حالا ما از جوانایی هستیم که تا چشممون رو باز کردیم عملا انقلاب رو دیدیم. یعنی من سال 1357 کلاس اول دبیرستان بودم، خیلی نقشی تو خیابون یا تو میدون نقشی نداشتم، در جریان موضوعاتم کمتر قرار میگرفتم حالا به واسطه سنم و عرض به حضور شما که ولی از اون تاریخ به هر حال شما میدونید ما مواجه شدیم با انواع بلبشوهای فکری و هر کس مدعی شد که به اصطلاح میتونه اون نرم افزار رو به ما بده. از گروه‌های چپ هست بودن تا به اصطلاح مذهبی‌ها و کسایی که گرایش مذهبی داشتن و من همواره این سوالای جدی برام لاینحل موند تا اینکه تقریبا میتونم بگم تو سن 40 و چند سالگی یکی یکی اینا پاسخاش برام پیدا شد و به کمک اونا سعی کردم از اون به بعد زندگیمو سامان بدم و خیلی کمک کرد به اینکه نتایج خیلی خوبی بگیرم. خیلی نتایج عجیبی گرفتم، یعنی نتایجی که برای جوان‌ها الان کاملا بشنون احساس میکنن که یه دنیای دیگه است، اصلا یه حرفای دیگه دارن میشنون و باید بتونن حالا از طریق این برنامه فراساختار اون ساختارهایی که تو ذهنشون رو بذارن کنار و بعد با یه دید دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنن. در حد معرفی فکر میکنم که کافی باشه تا بریم جلوتر صحبت کنیم. زنده باشید. خیلی ممنون از این معرفی کامل. برای خود من خیلی جالب هست همواره پست های شما، کارهای شما رو در لینکدین که دنبال میکنم. خب شما فکر می‌کنم یکی از معدود مدیرانی باشید و مخصوصا مدیران بخش صنعت که کمتر در بینشون دیده میشه که چنین روی کردی داشته باشن و اینطور عمیق بشن در مسائل انسانی و خب یک تجربه زیسته بالایی در کارهای شما دیده میشه، نمود پیدا میکنه. جناب افتخاری، حالا با توجه به این تجربه و این مسیر 40 ساله، جستجوی 40 ساله برای یافتن شاید بهتون بگیم اون حقیقت زندگی، شما شادی رو چطوری معنا میکنید و چرا ما شاد نیستیم؟
خیلی ممنون از سوال خوبتون. اجازه بدید که من تقسیم بکنم. ما متشکلیم از یه جسم، از یه ذهن و از روح. و عرض به حضور شما که جسم ما که تکلیفش رو بایستی پزشکان روشن کنن، یا در حقیقت آخرین دستاوردهای پزشکی به ما بگه که درسته که ما با بدنمون چه بکنیم و چجوری زندگی بکنیم بهتره. اگر که ما از این در وارد بشیم، قاعدتا میتونیم از جهت فیزیکی و جسمی بیشترین سطح رضایت رو در حقیقت در خودمون ایجاد کنیم. یه فرقی بین شادی و لذت هست. این خوبه که فرقش رو اینجا دوست صحبت کنیم. لذت در حقیقت اتفاقیه که برای جسم ما میفته و نوع در حقیقت واکنش‌های شیمیایی که درون مغز ما اتفاق میفته برای لذت کاملا متفاوته. جنسش هم یه جوریه که وقتی که شما با انجام یک کاری یا مصرف مثلا خوراکی به هر ترتیبی شما اگر یه چیزی لذت بردی، اگه قرار بشه دوباره از اون بخوای لذت ببری، مجبوری که دوزش رو افزایش بدی و یعنی به اندازه دفعه قبل اگه شما بخوای لذت ببری، هر دفعه باید دوزش یکم ببری بالا که مثلا دوباره همونقدر لذت داشته باشه. اینم به خاطر اون مواد شیمیایی که در مغز تولید میشه و عمل میکنه است. اما شادی اینطوری نیست. شادی اصلا به مغز و جسم ربط نداره. شادی مال روحه. ما در حقیقت دانسته هامون پیرامون روح خیلی محدوده، خیلی زیاد عمیق چیزی ازش نمیدونیم. توی ادیان مختلف هم عموما حرف جدی در موردش نزدن، اشاره کردن و گذاشتن.